سلام دوستان، امروز تو بخش بریک دنس ویدیوهای آموزشی زانکو میخوام حرکت چیر رو بهتون آموزش بدم. یه بار کامل میزنم ببینید. دقت کنید تو این حرکت باید عضلات گردن و کمرتون صفر باشه، حتی همچنین دستتون. مرحله اول اینه که کف دستتون رو زمین قرار میدید، بعد آرنج بغل پهلو قرار میگیره، پای راست روی پای چپ. یه بار میزنم کف دست زمین، آرنج بغل پهلو قرار میگیره، بغل سر روی زمین، پای چپ زمین، پای راست روی پای چپ قرار میگیره. سعی کنید با کف دستتون زمین رو بگیرید، با پای چپ همچنین کنید و اینکه بدن چیست قرار بود که تعادل خون داشته باشه. یه بار دیگه میزنم. این حرکت جزء بیسیک ترین حرکت های فریز هستش که با استایل‌های مختلفی زده میشه، ولی من با استایل خودم بهتون آموزش دادم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب زانکو رو سابسکرایب کنید.